بخش لابراتوار شفاخانه مادر و نوزاد انجمن راهنمای خانواده افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالواسع ستانکزی هستم، سوپروایزر لابراتوار در شفاخانه مادر و نوزاد افغان. لابراتوار شفاخانه مادر و نوزاد افغان با تجهیزات معیاری و تکنولوژی مدرن مجهز است. مجموعه خدمات لابراتواری که در شفاخانه مادر و نوزاد افغان ارائه می‌نماییم: معاینات مکمل خون یا هماتولوژی، معاینات بیوشیمی، شکر، چربی خون، گرده، جگر، معاینات سیرولوژی HbS یا زردی سیاه، HCV یا زردی سفید، VDRL، مورقه و معاینات های هورمونی می باشد که شامل هورمون های جاغور، اقامت یا بیاولادی یا تمام انتاناتی که باعث سقط جنین می شود.